یه مشکلی که امروز جوانامون دارن، منم خیلی روی این کار کردم، وقت گذاشتم، با همه آدماش تقریبا نشستم، خب کار علمی کردیم و بررسی کردیم، تجربیات جهانی رو بررسی کردیم. امروز اگر میخواید امید داشته باشن این جوونا، خب خوب دقت بفرمایید، اینکه مسئله سربازی رو یک بار برای همیشه چیکار کنید؟ حلش کنید. خب شما خانوما چرا دست میزنید؟ همینه، مسئله سربازی اصلا مسئله آقایون نیست. نامزدش باید بره سربازی، پسرش داره میره سربازی، شوهرش باید بره سربازی. آره الان یه وضعیه سربازی. چند تا دغدغه داریم، نگاه کنیم ببینیم چجوری میتونیم جمعش کنیم. یک، امنیت کشور. اگه فردا سرباز نداشته باشیم کی میخواد از امنیت کشور دفاع کنه؟ حرف است. دو، قصه فقیر و غنی نشه. یه زمانی بود سربازی رو میخریدن، درست شد؟ فقرا نشه که فقرا برن، اون بچه روستایی بره، بچه بالا شهری چه؟ نره. درست شد؟ سه، سهمیه های خاص. ببین گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر اینا باید به عدالت نزدیک بشه. مثلا فقط سهمیه ها قصاش اینا نیست تا سربازی ها. مثلا شما میدونید اعضای هیئت علمی دانشگاه بچه هاشون سهمیه دانشگاه دارن. بابا استاد دانشگاه به بچه چه ربطی داره؟ واقعا سوال دارم. بیایم اینجا یه سری نکات باید لحاظ بشه. ما الان کلی جوون داریم به خدا میرن دانشگاه آزاد الکی همینجوری یا دانشگاه دیگه الکی ترمشون رو کش میدن که چی؟ باور کنید، میخوای باور کنید بخشی از کسایی که مهاجرت میکنن به خاطر سربازی، به خاطر سربازی مهاجرت میکنن. میگه آقا سربازی بریم بهره وریشو بریم بالا، خیلی خوبه، اشکال نداره. چقدر ببین پس این دغدغه ها کاملا بجاست. چهار، از همه مهمتر، روحیه جهاد در کشور نباید بمیره. یعنی چی؟ یعنی ما بریم مثلا فرض کنید یه ارتش حرفه‌ای درست کنیم، 500,000 نفر سربازی حرفه‌ای بریم مثلا 500,000 نفر بفرستیم سربازی. بقیه چی میگن؟ میگن پول داره میگیره، حقوق داره میگیره، بره به جنگ عوض ما. این روحیه جهاد تو جامعه چیکار میکنه؟ میکشه. روح جهاد تو جامعه نباید بمیره. بعد ببین چیکار بکنیم؟ کلی طرح تو الان اومده و بررسیش. اولا الان که دارم اینا دغدغه‌های من، شما، ستاد کل نیروهای مسلح، دغدغه‌های خیلی درستیه و از همه جالبتر بدونید پیگیرتر خود ستاد کل نیروهای مسلح. میگه من الان بیام سربازی حرفه‌ای درست بکنم، کی حقوق این سربازا رو میخواد بده؟ راست میگه. میگه یهویی من نمیتونم کشور رو خالی کنم از سرباز، مرزا از دست رفته. چیکار باید بکنیم؟ از طرف دیگه هم ما این طرف هم کلی مشکلات سربازی رو هم میدونیم، از تمام اتفاقایی که رقم میزنه. ازدواجا رو به تأخیر میندازه، اصلا باعث میشه پسرها چون سربازی میرن، خب دخترها نمیرن، خانوما میتونن درس بخونن. این که میره سربازی یه سکته تو درس خوندنش به وجود میاد، اون درس میخونه، اون ارشد میگیره، این لیسانسه. چون ارشده دنبال ارشد میگرده برای ازدواج. بعد سن این میگذره، بعد این که مونده میره کوچیکتر از خودشو میگیره. متوجه چی شد؟ یهو میبینی یه نسلی رو شما به باد فنا دادید رفت. الا ماشاءالله. و اتفاقات عجیب، مثلا شما دیدم چند وقت پیش سربازی متاسفانه شلیک کرد در کرمان از همرزمای خودشو. باید خیلی بده. چی کار میشه که اینا رو جمع کرد؟ آقایون نمایندگان مجلس، شما الان تو این مجلس کنونی که درش هستیم اومدی حقوق سربازا رو برد بالا، خدا پدرتون رو بیامرزه، خوبه، اما کافی نیست، با اصلش طرف حرف داره. خب برای اینکه روحیه جهاد نمیرد، تمام تمام افراد آموزشی رو باید بره. هیچ کس هم ردخور نداره، حتی اون کسی که نمیدونم مادرم طلاق گرفته، بابام فلانه، هیچ کس آموزشی رو باید بری. معاف از رزمی اصلا مثلا یه معلولیتی داره باشه، با کامپیوتر که میتونی کار کنی که.
این آموزشی خب 1 ماه و نیم 40 روز 2 ماه هر چقدر همین قد دیگه، آموزشی همین قد تقریبا 45 روز 2 ماه میذارم، کم و زیاد میکنم. اینو میتونید خوردش کنید. یعنی چی؟ یعنی این آدم رجوع کنه مثلا تو 3 تا 15 روز 3 سال پیاپی تابستونا به پایگاه بسیج محلشون. جز اینه کار سختیه. شما میخوای اگر یه روزی جنگ شد این آدم بتونه اسلحه دست بگیره، باشه. خب میره اسلحه هم دست میگیره، آموزش هم میبینه، تو کارتش هم بنویس. همین الان تو کارت پایان خدمت چی می‌نویسن؟ تو هر موقع خواستم باید باشی بجنگی، اینا بیاد بجنگه. اما چی؟ بیا 500,000. الان ما تعداد سربازامون دوستان 400,000 تاست، روز بروزم داره کمتر میشه، چون هرم جمعیتی آره اون بخش برآمده‌ای که داشت 1060 نامرد ما میکش. خب بعد چیکار کرد؟ این الان گذشته دیگه اصلا سرباز نمیاد جای سرباز قبلی رو بگیره. ما الان 400,000 تا سرباز داریم، کم هم داریم. 400,000 سرباز 100 تا میذاریم روش، 500,000 تا سرباز. این 500,000 تا سرباز قشنگ بیان استخدام بشن 5 ساله یا 10 ساله مثل کشور دیگه. چیکار بکنن؟ خدمت شما عرض می‌کنم حقوق بگیرن. سربازی حرفه‌ای. بله. سربازی حرفه‌ای چند تا خوبی داره. اولا اتفاقاتی مثل کرمان دیگه خیلی نادر پیش میاد، چون تو دقت بیشتری داری، انگار میخوای نیروی مسلح خودتو. مگه همین الان تو سپاه تر 5 ساله نداریم؟ داریم، همین الان داریم، نیرو میگیرن. این 1. 2 نیروهای مسلحت یک حوزچه نیروی انسانی دارن برای شناسایی بهترین ها. خیلی از هزینه‌ها تو دانشگاه امام علی ارتش، دانشگاه امام حسین سپاه، دانشگاه امین نیروی انتظامی چی میشه؟ فراجا کاهش پیدا میکنه. بهترین ها رو میتونی شناسایی کنی. یک امیدی در جوانات به وجود میاری. بعد این نیروهای تخصصی هن. یعنی طرف اگر تو مرزداری واقعا دوره مرزبانی دیده، نه اینکه ببریش میدون تیر بچه مردی ببری اونجا اون تکفیری حمله کنه این اتفاقات رقم بخوره. از این 500,000 تا 10,000 تاشو بذار، 5,000 تاشو بذار، 100,000 تاشو بدن، چه میدونم به اندازه نیازت. ارتش هکری درست کنه متناسب با جنگ‌های جدید. بزنم کی میتونه به چپ نگاه بکنه؟ حقوقم قرار بده، چه میدونم برنامه نویس میاری حقوق بیشتر. میبینید آقا منابعش از کجا تامین میشه؟ پول. ببین 2 حالت داره. اولا منابعشو میگم از کجا تامین میکنی. این 1 فرق بنده با بقیه تو همینه. همینجور رو هوا حرف نمیزنم، 2 تا 4 تا دارم. اولا کلی جاهای دیگه داری پول به باد فنا میدی. مثال میزنم، در این تمام مردم ایران شریکن. دیدید خانوما هم دست زدن، میگه همسرم بچم نامزدم، درسته؟ و آقایون همه راضیان. میگه نمیدونم. اولا 1 مواردی که میتونید پولو تامین کنیم. ما فقط دوستان 60,000 میلیارد تومان سالانه سوبسید بنزین هواپیما میدیم که فقط 1 تا 2% مردم سوار میشن، که از این 1 تا 2% نصفشون همین کارمندای خود دولته. درست شد؟ بنزین هواپیما رو میدادن لیتری 600 تا تک تومانی. بنزین ماشین، تازه بنزین هواپیما میدونید ویژگی‌های سخت‌تر هم هستن، چه بنزین ماشین 1500 تومان، 3 تومان، این 600 تومان. 70% این سوبسید، این 60,000 میلیارد تومان پول جیب من و شما میدادن. به من آدم کسی رو سفری، اما من هواپیما زیاد سوار میشم، دعوت هم میکنیم برام. درسته؟ من انقدر انصاف دارم که بگم چی؟ اولا که پول بلیط همون کسی منو دعوت کرده میده، اما خب خودم هم میبرم زیارت میرم، مثلا سفر میرم. من دارم میگم والله بی انصافی. حتی اون 2% گوش کن، اون 2%ی که قراره بلیتشون گرونتر بشه، اونها هم از قضا اونها مایه‌داران
از خداشون بچه‌شون چی؟ مشکل سربازیشون چی بشه؟ حل بشه. 2 اصلا بلیطو بالا پایین کن رو اون فشاری نمیاره. پس چی شد؟ دیدید؟ حتی اون 1-2% هم راضیان میگن آقا. تهش شمایی که 700,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشتی، 700 همت 1000 میلیارد تومان. یکی از استاندارها یکی از استانها گفته ممنونم از دولت جدید که ادبیات شهادت رو وارد بوروکراسی کرده. جدی میگم ماجرا رو. فکر کرد به شهید همت میگن. بعد خدمت شما عرض بشم که 700,000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. یعنی چی؟ یعنی پول چاپ میکنی. به فرض اینم نداشته باشی، به فرض اینم نداشته باشی، میخوای حقوق اینا رو با خلق چی بدی؟ نقدینگی بدی. چقدر؟ 1/7 این عدد. 1/7 این عدد حقوق خوب به اینا بدی، 1/7 این عدد میشه. حقوق خوب بدی. اون موقع چی میشه؟ میگه تورم به وجود میاره. اون موقع هزینه امنیت رو کی داده؟ همه مردم. تهش اینه که من اولا نشون دادم از کجاها میتونی بزنی به اینجا. میخواید مردم مشارکت داشته باشن؟ بذارید این جوونا امید داشته باشن اتفاق میفته. مردم، من به اندازه خودم از نمایندگانی حمایت خواهم کرد با همین سازوکاری که درست کردیم که چیکار کنن؟ که این یکی از طرح‌های اصلیش باشه و قول بده برین کار انجام بده. اون موقع است که هر جوونی بلند میشه میاد چیکار میکنه؟ مشارکت میده. وقتی ستاد کل محترم نیروهای مسلح میگه دغدغه‌های من اینجاست، میگیم بسم الله اینجا که فقیر و غنی که نداره. امنیت کشور بهترم میشه. تو 400,000 تا داشتی شد 500,000 تا. سهمیه مهمیه هم جمع. روحیه جهاد هم از بین نمیره. اینا میرن آموزشی هم میبینن. یه چیز دیگه هم بگم میبرن. اصلا خانوما هم بیان برن آموزشی ببینن. چه اشکال داره؟ شما خانوما دوست ندارید تیراندازی یاد بگیرید؟ بیا. دیدید؟ چه اشکالی داره؟ آقا کمک‌های چیزای هلال احمر هم یاد بگیرن. فردا ازدواج کرد بچه‌ش خدای نکرده نخودی لوبیا یا پرت تو گلش بتونه نجاتش بده. چه اشکالی داره؟ مگه ارتش، مگه خدمت به این کشور ویژه فقط آقایونه؟ خب خانم‌ها هم بیان برن برنامه‌نویسی یاد. برنامه‌نویسی که میتونن برن. همین آموزشی‌ها بیارن 4 تا دوره مثلا 10 روزه برن. کنار این آموزشی آیه سوال ازتون دارم. پای این بچه‌ها به مسجد باز نمیشه وقتی بخوام بیان تو همون بسیج محل آموزش ببینن؟ پای مردم مسجد با یه طرح هم فرهنگیه هم اجتماعیه. من حتی از این بیشترم فکر میکنم بخش آموزش نظامیشو مثل همینجوری که آموزش‌های راهنمای رانندگی رو انداختید. قبلا فقط خود دست راهنمای رانندگی بود. الان چه شرکت‌های خصوصی این نظامی‌ها، سردارا، امیرها، سرهنگ‌های بازنشسته رو که مورد اعتماد شما زیر نظر خود ستاد کل نیروی مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، فراجا، هر جایی که هست اجازه بده آموزشگاه تیراندازی بزنه. این باید نمره مثلا 80 تو تیراندازی به دست بیاره. از دبیرستانش وقت داره هر موقع دلش خواست بره. لازم هم نیست که 50 تا تیر بزنه. یه نفره پولشو داره میخواد 200 تا تیر بزنه. دوست داره هم با کلاش تیراندازی کنه، هم با جسه، هم با اسلحه کمری. چه اشکالی داره؟ مگه نمیخواد روح جهاد زنده بمونه؟ این روحش. مگه همین الان باشگاه تیراندازی نداریم؟ داریم. این بیاد بخشی از چی باشه؟ یعنی جوون رو نگه دار، ارتباطش حفظ بشه، فرصت پیدا بکنین. الان میبرن تو آموزشی کلیس و بدو به راست به چپ این بدبخت اصلا نمیدونه خسته سر کلاسا. ما میبرن سخنرانی دیگه آموزشگاه سربازی نگاهشون میکنیم بندگان خدا، یعنی قشنگ میفهمی که آجی ناراحت نشه من میخوام بخوابم. با چشاش اینو داره میگه. من همون اول میگم بعد میام وای میستم بینشون راه میرن دیگه بخوابه که بیچارهش میکنن. خب همون اول میگم بین الله منو دعوت کرد، من که هیچ ازتون نمیخوام، نه پاکتی ازتون میخوام، نه هیچی من ازتون نمیخوام. بذارید که میخوام بخوام من دوستم کسی حرفمو زورایی گوش کنه. خب یه دوشون هم میرم میخوام قشنگ سرش میزنه پای بغلی راحت میگه، یه دوشون هم بیدار میمونه. اون خسته است، میفهمی؟ خسته است. خب این دغدغه‌های ستاد محترم نیروی مسلح، ستاد کل نیروی مسلح، خب این دغدغه‌ها که برطرف میشه 4 تا میز روش کی تازه، یعنی بهتر میشه اوضاع. چرا این کارا با صورت بگیره؟ توی برهه‌ای آرام این افراد جایگزین چی بشن؟
سربازها بشن. اونا هم دور آموزشیشون رو میرن. آقا یه نفر بچهش فلان، ببخشید یه نفر بچهش فلانه، الان بچه تصادف نمیکنه، کی میخواد مادرش رو نگه داره؟ ها؟ میفته بیمارستان. ما نگفتیم 2 ماه عیناً مثلا بره. برای اونها بیا چیکار کن؟ شما تشخیص دیدی؟ میگه بسم الله شما 4 تا مثلا 10 روز برو. 4 تا 15 روز برو. ببینید به خدا انگار با مردممون میخوایم لج کنیم. انگار میخوایم حالشون رو بگیریم. بابا رضاخان همه چیش بد بوده تو این مملکت، درسته؟ جز سربازیش. سربازی رضاخان آورد دیگه. چند تا تو دنیا کماکان موندن روی سربازی؟ رژیم صهیونیستی مونده، 7 میلیون بیشتر جمعیت نداره.